بفرست. نشستم به در نگاه میکنم، دریچه آه میکشد. خب رفقای گلم، سلام علیکم، خیلی خوش اومدید به یک ویدیو دیگه در چنل خودتون، یعنی آموزش فوتبال با لئو سعید. اومدیم با آموزش خیلی خفن دیگه، یعنی انواع پاس و سانتر. این ویدیو واقعا جزو کاربردی ترین ویدیو چنل، به هیچ عنوان از دستش نید بچه‌ها، واقعا خفنه. خودم هم که میشناسید، سعید هستم، مربی رسمی AFC و بدنساز فوتبال. برو بریم. نکات سانت چیه؟ اولین نکته اینه که باید با زاویه سانت کنی. زمانی که تو میخوای سانت کنی اینطور نمیشه سانت کنی. حتما نکته اول یه زاویه‌ای داشته باشی. نکته دوم چیه؟ دقیقاً با این قسمت پا، ببین این بغل انگشتش هست، میزنی کجا؟ میزنی کاملا به زیر توپ. و اگر بزنی کمر توپ به قدر کافی ارتفاع نمیگیره، قشنگ میزنی اینجا زیر توپ. نکته بعدی، زمانی که تو میخوای بیای و حالا سانت کنی، از دستت استفاده کن. دست به عنوان تعادل استفاده کن. اینجور نباشه همینجوری بزنی. دست خیلی مهمه. ببین از دست استفاده کن، دستت قشنگ باز بشه. نکته آخر که خیلی مهمه، بعد از سانت که سانتت انجام دادی، ببین پات به شکل یک ایکس میشه. ببین استایل پای من نگاه کن. بعد از اینکه من سانت کردم، پام ببین ایکس میشه. حتما هم قبل از سانت یه بار حریفتو نگاه کن. اگر در حال حرکت بود، یه کوچولو توپو بفرست جلوترش که قشنگ با پای تخصصیش کنترل کنه. اگر ثابت بود که دقیق بفرست رو بند کفشش. حالا باز بستگی داره به عرض داری میفرستی یا به طول میفرستی. اوکی؟ حالا بریم تمرین کنیم چند بار. رسید اینجا. استایل بگیر. ولی الان یه ایراد داشتی. ایراد تیم بود که با بغل پات سانت کردی، ارتفاعش کم شد. اگر با شست میزدی زیر توپ، قشنگ ارتفاع میگرفت. ببین آباری کلا. ببین اگر جریان بازی باشیم، توپو بفرست اینجا رو بغل پای من کنترل جدول. منم همینطور باید بفرستم رو بغل پات، در این حال که بالا سر مدافع قوس میگیره میاد رو بغل پات. دیدی؟ این سانتیه که ازتون میخوام انجام بدید بچه‌ها. جوری پاس بده، همیشه جوری سانت کن که دوست داری بهت پاس بدن، دوست داری بهت سانت کنن. برو عقب‌تر. تو زمین فوتبال این اندازه فاصله ما نیست که بیشتر دیگه. وقتی من میخوام سانت کنم، تو الان مهاجمی میخوای پشت مدافع فرار کنی، خب من سانتم باید دقیق باشه دیگه. نکته بعدی بچه‌ها، بعد از این کار به صورت سکون ثابت سانت کردن تمرین کردید، حالا در حال حرکت تمرین کنید. یعنی تو یه مقدار ضربه بزن، حالا ضربه. ببین در حال حرکت سانت کنید بچه‌ها. بعد از اینکه حالا در حال حرکت هم یاد گرفتید، سانت‌های کاتدار هم باید تمرین کنید و یاد بگیرید. بفرست. خیلی بهتر شد. ببین میفرستم میره. خیلی بهتر شد. یکم زمینم بارون اومده سره. ببین این سانت کاتدار بود. تو یه کاتی برداشت بچه‌ها که دقیقاً اینو با روی شست میزنی و یه مقدار به کنار تو ضربه میزنی. سانت کاتدار. بفرست. زمانیه که شما میخواید توپو بفرستی واسه مهاجم و یا وینگر که از پشت دفاع داره فرار میکنه. این بازی الان یه فیک شوت بین مدافع. این پاسی بود که بین مدافع میندازن. خیلی برای هافبکا کاربردیه این نوع پاس بچه‌ها، که بین دوتا مدافع از کانال وسط استفاده میکنم و توپو سانت میکنم با شدت متوسطه. ببین با روی پا محکم میزنیم. زمانیه که استایل توپ اینجاست، من اینطور با روی پا میزنی کمر توپ. تو فوتبال دیدی؟ با روی پا. ببین با استخونه روی پات میزنی به کمر تو، ولی شوت نیست. ببین این استایل پاته. پات
تو زمین کشیده میشه با روی پا میزنی. شوت کردنی یا سانت کردنی پاتو میاری بالا. بچه‌ها اگر قدرت پاتون کمه خیلی مهمه که روی عضلات چهارسر خودتون، عضلات کور یا مرکزی خودتون هم کار کنید. اگر حالا شما دنبال یک برنامه بدنسازی فوتبالی خوب هستید، بهتون پیشنهاد که نه، بهتون میگم حتما باید این دوره آموزشی ما یعنی نیتروژن پلاس و دوره 4 ماهه رو بخرید. قیمتش واقعا نسبت به آپشنش مفته و 4 ماه برنامه منظم فوتبالی واسه بدنسازی فوتبالی بهتون میدیم. و اما سانت آخرمون چیه بچه‌ها؟ مقصد وینگرای فول بک هاست. زمانی که بازی در جریان هافک داده به من یه تاش و حالا میخوام تو با سانت کنم، مهاجمون بزنه تو گل. چه نوع سانتیه بچه‌ها؟ دقیقاً با این قسمت پام کمر توپ نمیزنم زیر توپ، نمیزنم کمر توپ، میزنم بین کمر و زیر توپ، یعنی اینجا گرفتی؟ با این قسمت بغل شستم میزنم به این قسمت توپ. و اصلی ترین راز این نوع ضربات اینه که وقتی خواستم سانت کنم، ببین همو میکشم بالا، توپ یه کات خیلی خوشگلی برمیداره. یه پاس بده به من. الان فکر کن این جریان بازی هستیم. پاس ببین، یه ضرب مهاجم اونو باید بزنه، با دستش هم نزنه. این هم یه نوع دیگرش بود. این هم یه نمونه تمرینات رامی رضاییانه. ببین استایلشو چطور سانت کرد. دقیقاً داره همونطوری که بهتون گفتم سانت میکنه بچه‌ها. حالا به صورت یه ضرب در شرایط نزدیک به بازی هم تمرین سانت رو انجام میده. راستی بچه‌ها حتما کانالمون رو سابسکرایب داشته باشید، چون که ویدیو بعدیمون راجب سانتر و شوت بیرون پاه، یکی از مهمترین آموزش‌ها برای هر بازیکنی. خب رفقا، امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر تا اینجای ویدیو همراه من بودی ولی ویدیو رو لایک نکردی، کامنت نذاشتی، همینجوری میذاری بری، خیلی کار چندشیه واقعا، خیلی کار بدیه واقعا. این کار رو به شما من انجام نده، چون که ما کلی هزینه کردیم، زیر بارون شدید اومدیم ویدیو رو ضبط کردیم. آقا تو این هوا اومدیم برای تولید محتوا. همه دارن میدونن فرار میکنن، ما تازه میخوایم بریم تو زمین کلیپ بگیریم برای پست بعدی. خدای پست جدید آپلود شد بهتره کنید حلال بشه. زیر این بارون اومدیم ویدیو ضبط کنیم. ایشون امشب مهمونی دعوت بده اومده و زحمت کشیدیم، ما اینجا داریم زحمت میکشیم. ویدیو رو حتما لایک کنید، یه کامنت هم بذارید واسه ما. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، فعلا.